سلام و درود، رایان هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه. این ویدیو در کلافه و من تنها نیستم، با دو دیگه از دوستامم. حالا خودتون معرفی کنین. سلام، بهراد هستم. سلام، مورگان هستم. این میمون دومی. خیلی خوب. الان یه میمون اولی کی اگه اون دومیه؟ چی؟ اول میمونی، اولی ببره. خب حالا بچه من کات میزنم ویدیو رو تا اون یکی هم ویدیوشو شروع کنه و بعد دیگه وقتی رفتیم تو مپ ویدیو رو دوباره استارت میکنم. خب حالا میخوایم شروع کنیم دیگه. ویدیو رئیس مپ یعنی بهراد الان شروع میزنه، استارتو میزنه. بریم. استارتو بزنم. خب بچه تا میریم توی مپ، چون من یکم نتم خراب و اینا. بابا نمیخواد کات ویدیو نمیخواد. گفتم یه دو نفر دیگه هم دارن ویدیو میگیرن. بله دیگه. خب شروع کنیم. هم شروع نشد. میدونم. بخاطر دو نفر از هم تیمیای خوشگل ما. ما دیر میام. یکیشون خوشگله، یکیشون زشته. تو خوشگلی بود. شما زشتی، ایشون خوشگل. نایس. منم که دیگه شاه. خیلی خوب. تو کجا رفتی؟ من لم بدم کمرم درد کنه. پیر شدم. بریم بابا بیا. خب منم که فعلا این مپ خوره که اسنایپره، پس اسنایپره. این اسنایپر چند وقتیه همین دیروز باید شروع کردم بازی کنم، ولی خیلی فرزه به خدا. این یکی اسنایپر هم دیروز شد. داشتیم با هم بازی می‌کردیم، جوری می‌زدنش کفاش. نه بابا گفتم اون مدل اسنایپری بود. خب باشه. این گار اسنایپر من که نبود. ببینید ما چه لگی هم. شروع بکنیم. بفهم دوربین هم هنوز نیومد بالا. زدم 3 نفر همین اولی. بفهم لگم. منم لگم. ولی میدونم به اندازه تو لگم. فقط نگین تو چقدر سگی اینقدر کمپ میکنید. خودم بابا من نتونستم تا الان یه نفرم بکشم. خودم قبول دارم سگ. داره. دهن سرویس. من با اینکه خودم کمپرم چرا این یکی با لوکاس ماست. بچه این کار من به درد این مپ نمیخوره، چون خیلی فرز و بعد رو در رو زد. اینو همشو با اسنایپر سری میزنن. میبینید من یه گان دیگه برمیدارم. خب این که نه، اینا این گان خوراک کمپه. این یک کمپر دارن این گروه داره دهنه هر چی آدم هست. بیا کنارم. من ما بس کف دستم میشناسم. انتظار داری اینقدر توش بازی کردیم نشناسی؟ دهنشونو نبینیم بازیم بده. رانده اوله. نشونه گیری و عشق میکنین؟ یا پای سرن یا بهونه های ما برای میبینیم میکروفون من وصل نیست، بخاطر اینکه اونا همین کنار منم، برای همین میکروفونم قطعه. ای لعنتی 15-20 بچه نبازیم با لوکاس هم هست همین کمپره. با من لوکاس هم میارم دهنشون. لعنتی من یا خدا. من نگین چرا چه من لوکاس هم اونقدر چی من دیگه لوکاس پلیر نیستم، از اولم نبودی. آره لوکاس رو خیلی دوست دارم، خیلی که نه برخلافش واقعا. من عشق لوکاس. این برم که نه ببینم شاتگانمو میارم بمیری تو که همه الان مردی. رایان شاهده من چقدر لوکاس دوست دارم. خیلی کلا قبلا فقط با لوکاس بازی می‌کردم، تو من به چند تا گان جدید معرفی کردم. لعنتی میدونی چی با بوم میام. بابا چقدر لعنتی این کمپر این لعنت کمپر هم نیست ولی سگ آوردن. بمیر. سگشون رو الان میخوام با اسنایپر بزنم. نه یعنی خودشون بزنم. اینا همین یورو اسنایپر یکی فقط بگیره این اسنایپرها که میان دم چیه ما رو بزنه. بسوش به خودم. بسپرمش به خودت. این یکی چون بسپرمش به خودت سریش. خب برو بریم. ای لعنتی این سخته این کار توی مپا چیه؟ نمورده. چرا بابا لگم چجور میبینین؟
این موشکان بدم میاد. من خودم زیاد اینا استفاده نمیکنم. اینجوری زیاد استفاده نمیکنم فکر از موشکای هوایی اونقدر هر استفاده تا نمی‌کنم. داشتیم 2 تا رو پویزن زدم با بمب. اینا کجا میزنن؟ بفرما با هلیکوپتر. داداش دیگه 29 49 داریم میبازیم. وقتی من گرم نشد. آقا من گرم تو نشد. دوران فقط چی بازی کردی؟ آره. چی گرمش؟ همین کمپرت. همین لعنتی لوکاس پلیر. منم لوکاس داشتم. میدونم که دارم میگم این لعنتیه. بچه من ویدیو کات میزنم تو بریم بیرون از تو این. داریم وقتی رفتیم. نزنم نمیزنم بشم. من زدم. 11 تا 19 چه؟ اوه 19 و 11 تا 19 اما من نپرس. آره بهراد. بگیم 19 تا 30 دقیقه. خب 19 و 40. باشه چرت و پرت نگو. آره. رنگ برای آرکتیک 50 رنگ داد. پشمام خرشانس. من خرشانسی آوردم. ویدیو میگیرم. من خرشانسی آوردم برای گانی که ازش زیاد استفاده میکنم رنگ داد. چند تا کیت داشتم؟ تاپ کیلر. 8 تا. MVP و تاپ کیلر من. من رده دومم. من با 14 کیل. شاتگانمون برداریم. بهشون بدیم. سخت‌ترین کار توی کالاف چیست؟ نه دو مردن. تا اینا داد. نه تو اون مپه. مردن. نه بذار اسکن یکی اسکن هم عوض کنم. دو تاشی اسکن نباش. اینو میذارم. میدونی برای کدوم کنم رنگ قرمز رو داد؟ کدوم؟ ای برو بابا این کار مورد علاقه منه. ببین با همین بچه ببین. اینو باش رنگ. میخوای بگی نه؟ دروغ شوخی می‌کنی. بابا خوش شانسی تو چقدر لعنتی. این که گانه مورد علاقه منه، یعنی با اینکه گانه اول بازیه ولی خب با اینکه گان چون دقیقه این اون نیست. این نیست. اوکی پس من تقریبا همه اسنایپر رو باز من دارم. خیلی دوست دارم. من کل اسنایپر رو باز ببین دارم. من این رنگو خیلی دوست دارم خدا. کدوم؟ این میدونی دیگه چی؟ این سبزه. من رنگو خوب گیر من نمیاد. من بدبختم. تو بدبخت که نیستی، تو فلک زده ای. آها برای آرکتیک 50 این داد. مدلش عوض کن. همون دیگه. مپشو عوض کن. من میخوام یه مپی باشه رو در رو. ببین تو اینا داد. ساکت شو. من نمیدونم چرا میرم تو رنگ و لک میشم. چی اینجاها داد. اینا داد. اوکی. ولی اینا خوشم میبینی لگ میشم موقع میام تو این رنگا. دوتا رو من خیلی دوست دارم. قرمز آبیه. آره مخصوصا رنگو آبی. خوشگله. ولی رو کاتانام قرمز رو بزنی انگار روش خونه. همون یارویی که تاپ کیلر شد بهم درخواست. همین به من هم درخواست من قبول کردم. خب. نه من قبولم. نه موتا یاروه. ها. یارو نباشه من میرم. به خدا میگیرم. میزنده جوری سه. یه بار من اسنایپری بریم تو ویدیو. نه اسنایپر بریم من پایشم. باش. بیا پایین رای. یه ثانیه صبر کن. دوئل؟ نه پد. نه تا دوئله نه. من دوئل. مگه به جز دوئل هم اصلا اسنایپری داری؟ من دوئل بذار سرچ کنم. اصلا دو به تک. بابا برا تو این دوتا گانو خیلی گاده باشون. من گانه که دارم تو اینو نیست. گانه که باشون خوبم. این رنگ بطوره. اوه میدونی چیه؟ چی؟ اون یکی گان دیل کیوه همون تو ازش استفاده میکنی اون کنده دقیقه ردی کن ردی کردی؟ بچه قرار پارشیم. متاسفم که قرار این سفر لول بریم. 96 در مقابل این دوتا نوب سگ. برو بابا تو بیشتر ما بازی میکنی. چشاتم در آینده میبینی. چشاتم در آینده مینگری. چیا رو؟ چشات چشای خودتون رو دیدم. اینقدر میری تو گوشی به خدا در آینده میبینی چی اتفاق میفته. من میدونم. بعد پشیمون میشی. این به خدا روزی 24 ساعت تو گوشی. برو بابا من روزی نه 2 ساعت نهایتش 2 ساعت. الان 2 ساعت یادم نیست 5 ماه پیش. قبلا آره تو به من زنگ میزنی. خب من چی میگفتم؟ میگفت رو میکنم. من قبل 5 ماه میومدم اینجا دهنتون رو ببندید. 36 تو چی میگی دیگه؟ ویدیوتون رو شروع کردی؟ آره با من خیلی وقت شروع. مثلا کات نزدم.
آره خاک تو سرت. الان خود خودم الان میمیرم. حرکتش کردی. میخوام با اون یکی گام بیام. به خاطر آریم به خدا الان 64 به 0 میبازیم. به چند؟ به 1 کلا چون من 1 گرفتم. ایلن میدون اول میری سراغ پرو بعد میری سراغ نوبا. نوبا رفته کمپ. نوبه پشت داده. عشق نوبا کردی؟ پشت میزنه. عشق کردی؟ نوبه اصلا نزده. نوبا خودت میدونی نوبی برده؟ در موقع شما دوتا. درست شما دوتا من حکیجه. میگه من کندم خیلی. کند نیستی تو. تو تو توی کالا فقط کند نیست. تو ذهن هم کندی. برو بابا. برو قایم نشو. ولی رایان زیاد اهل پوز نیست. زدم. چه عجب. رایان زیاد به خدا پوز نمیده ولی اوریان اصلا دیگه من خیلی هیچ وقت. من از دیگه ارباب پوز. ببیر چقدر این سریع بهراد. من زدم برو. میدونم میگه من مردم. برو بریم. میدونی کاش چاقو چیزی هم میداد مثلا یه نفر میبینی از جلو رو بروت با چاقو بزنی. توی کرده منم. ایلا کجا میزنه مراقب بایسته داشت میفهم. ببین ای با من نمیتونم چرا بچه دارم میگم برات خدا خوراکش اسنایپره. چی زد منو؟ من روزا صابونه 2 وعده اسنایپر میخورم. لازمه میخوری منطقیه. نشون گیم تو میری روش میرم مردم. دیالا رفته محل اسپان من تو رفته. ای لعنتی من 24 دارم میمیرم بچه بگفت آره میمیرم. آره 36 دارم میمیرم. در نلو. ولی خدایی دارم میبازم خیلی نوبه. میدونی من این اسنایپر رو واقعا ازش استفاده نمیکنم. چند وقت پیش هم بودیم داشتیم فیفا بازی میکردیم. ها فیفا چیه من باز نکردم عمرم. بعد من پشت سر بعد چی بود یهو من به من گفتش که تو بیا ضعیف ترین تیم رو بردار. من یه تیم هندی برداشتم. وای. اونا قوی ترین تیم همین تیم پله و مارادونا و اینا هر دوشون رو 2-1 بردم. من 3-0 من 2-0 بود. آره حالا آبرو تو بیشتر نبرد. خودم به نظرم همین الان بگیم گل خوردم ایده خوبیه. حالا رنگ بود چرا گذاشتی خب؟ ربات هم میتونم بیارم. نیار. چجوری؟ رباتم باز شد. خب بی معلومه دیگه. اینقدر نمردم و زدم تو واسه من چرا هیچی نیست؟ چون هی میمیرید. چجوری ببینه چون من نشونه گیرم رو سرش نمیخوره. هلیکوپتر رو بکن کنارم بود. دوستان مگه جو سرپوشیده ولی نیست؟ حواستون هست هلیکوپتر الان قراره بالا سرتون باش بیاره. سرپوشیده مگه نیست اینجا؟ بچه رگ بود به من میدادی من پاره شده بودین. خود داداش اسنایپریه. من دوست ندارم بابا به بچه داریم میرینیم. دارین بابا چجوری میزنی؟ این خیلی فرز لعنتی. برو بریم. برو بریم نه نخون. برو بریم. هدشات پشمام. یکی تونو 2 تاتون رو دیدم. 2 تا خودی من این گانو میخواستم. این حالا با همونه هم داری میزن. تموم. من اومده کم بیارم. سنا به 8. لعنتی. آفرین.
خودی ولی رایان کیل تو کرده بهترین کیل شد. من؟ آه. نگاه من نکردم. بهترین حرکتی زد. ولی دیگه عشق داداش. ریدیم من فکر کنم 5 شوشو من زدم. من 6 تا. بریم نگاه کنیم. تاپ کیلر که 100 من. معلومه. 4 مساوی. من و رایان 4 تا من زدم چون من خیلی پرم. فکر نکنم. حالا من چند تا مردی؟ برد. آره چند تا مرد من چند تا. نگاه نکن. بریم. 4 بچه از این مدل لفدین؟ من لفت دادم. تو لفت دادی من آوردم تو. ایوا. بچه دادن جایی بریم یه مدل جدید. ما جای آره نسخه رو به رسانه کردیم. مدل خیلی خفن تری اومدن از اون مدل. اون 10 به 10 رو بریم یا ماشینیه مثلا؟ نه او ماشینیه کدوم؟ اینو بزن این خیلی 10 نفره آره خیلی. ده بده من رفته بودم فکر کن بالا 53 تا کیل گرفته بودم. برای ما 100 تا. من جر چه؟ برای ما 100 تا. 100 تا گرفتی 100 تا کیل گرفتی؟ از 180 تا. من از بزن 60 تا 54 تاشو من یه بار یکی گرفتم. دانلود نداره. آره این دانلود نداره. من دارم. کی دانلود نداره؟ منم دارم. منم دارم. من همینطور. یه بار دیگه بزن. آها من فکر کنم ندارم. ما مدرسه هم باز شده. ما مرمو نشده. نظام مرمو نشده. این ساعت چند میری مدرسه؟ 7 بیدار میشم 7 و نیم. واقعا میری مدرسه؟ چرا؟ نه فقط کیک میرم من. هنوز برد چیزه هنوز که تابستونه. ما هفته دیگه تعطیل میشه. یعنی چی؟ نه کن یه پیشنهاد خوب بهت بدم. چی؟ شما 9 ماه بازی کنین 3 ماه درس بخونین به جای اینکه 9 ماه درس بخونین 3 ماه بازی کنین. بزن دیگه. شما من تا کیلوی اعظمم. بالش مامانم. اینو بده ببین. آخ به من چرا بچه نکن این بسری 10 به 10 نمیدونستم. اوف بریم پاره کنیم. میگیرم جر. بچه بریم پاره کنیم یا پاره شیم. من الان میخوام با رگبار بیام. خدا که من رگبار. من رگبار پلیرم توی. بابا پاره کرد. من کاتانا پلیرم توی. تو دو بار نه راست میگه با کاتانا کارم هم من خوبه هم من آره. 20 نفر توی با کاتانا کش. نه 40 نفر از 58 نفر 40 نفرشو با کاتانا خب. کش. من نمیدونم چه جوری اینا پوز میدن و این ادعا مپه دارن. آقا من تصمیم میدون چرا؟ من حالم از این مپ به هم میخوره. تو فیفا پوز میدن، تو کالاف پوز میدن، تو کالاف رایان اونقدر پوز نمیده. چی پوز میده اونقدر؟ من پوز دهنده اعظمم. من با اسنایپر دارم یا با من با گان بچه ببین چقدر لگن لود نشده هیچی برام. از کجا من همون یارو فکر کنم. بره بوز من یا خود خیلی لگن بود. بس ببینم چند نفرم اونجا. حریفشون میشم یا نه؟ 4 نفر پشت سر هم برو زدم. بچه من خدای لکو دیدم. بیا. خیلی خوب منم با اسنایپر چرا میام. نمیمی؟ الان میتونم با اسنایپر خودم بیام. برو بریم. بعد دلشون میخواد من پاشت کنم. بیا ببینیم چند مرده. لگن میبینین؟ من نمیتونم ببینم. بعدم ویدیو رو ببینید. انشالله امروز یه ویدیو ماینکرافت هم داریم. ما که به زودی ها نمیذاریم. الان 2 هفته بعد میذاریم خدا. ولی یه چیزی دور از ایده ما یه سروایوال شروع کردیم با یه عالمه مود روش. بله ولی کریتیو کردیم. کریتیو یه بار کردیم بعد همه وسایلمون رو ریختیم بیرون. نه من فقط رایانه. ریختم بیرون. من بره من چیتر نیستم. ساکت چی؟ من ویدیو رو لطفا ساکت چی؟ یه بار کلا چی کردیم کلا چی برداشتیم من برشون برو قانون بریم. میذارم اینا اومدن مخ منو خوردن که تو رو خدا کریتیو کن تو رو خدا کریتیو کن من بعد امروز میان میگن ما میخوایم وسایلمون رو بریزیم دور نباید کریتیو کنیم نفهم من کریتیو گفتم بکنیم من که هی میگفتم نباید بکنیم من گفتم فقط میخوایم اینجا بریم اونجا. اونجا بریم که اونجا بدتره بره دی سروایوال جدید راست میگن این سوروایوال خراب شد. آره چرا؟
کلا دیدی یه کلنگ گود برداشتیم کل خونه منو به چخ داد بره. میریم یه خونه دیگه کلا خونه داره میریم یه خونه دیگه خب میسازیم. سقفمو سوراخ کرد. میریم خب یه خونه دیگه میسازیم فقط. نه من اصلا اونجا نمیمونم. کل مپو سوراخ کرده. ببین کل مپو. کجا میدونستم اون کلنگ اونجوریه؟ کلنگ دراگون مدرنم براتون میذارم. نکن اینا بلد نیستن نقله. به خدا به قرآن روز دوم سوم مپ بودیم یهو اومد وایسا ساکت شو این دوتا یهو اومدن گفتن کریتیو کن چی کنیم اینقدر من گفتم نه پشیمون بچه یهو دیگه اینقدر مخ منو خوردن من گفتم باشه کریتیو کنیم من یا آریان هر دو تو من بومبا میذارم هیچ وقت کار من کریتیو کردم یکم وسیله برداشتیم هیچی فقط یه استک بلاک برداشتم. تو بلاک برداشتی؟ بلاک های برای مود. بعد حالا ولش کن یه استک برداشتیم فقط یه استک من برای اینا قانون گذاشتم اگه تقلب کردن دیگه این دست من به خدا من نکردم. ببین به خدا من دیدیم الان آیتما همه ریختم دور. این امروز آیتماشو ریخت بیرون. بعد حالا بذار بگم این دوتا آخر چی شد خونه های بالا هم ساختیم. اگه میخواین میشه بذاری حرف بزنم؟ اگه میخواین ما یه سروایوال جدید شروع کنیم با هم ما اینو یه سال دیگه میذاریم ویدیو رو. ساکت شو. به قرآن الان چندومه الان 27 همین الان میرم آپلودش میکنم. الان 27 ببینه با کی ویدیو رو میذاریم. نکن چرا وایسا هر وقت اگه یه درصد آپلود کردیم فکر نکن اگه خواستین ما چی بذاریم من الان 5 تا ویدیو دارم آپلود نکردم 5 تا. یه ساکت چی میشه ساکت چی یه دقیقه اگه میخواین یه سروایوال جدید شروع کنیم اونم ویدیو بگیریم و با همین مدل من فقط ویدیو منو لایک کن. لایک ویدیو تو 2 نفر به زور ببینه اگه لایک ها رو برسونین به 20 خیلی کم 50 داریم زحمتی کشیم. 50 کامنت بعد من اسکرینم یاد میدم چطور بسازینه. منو بهره آریان میمونه. شعار ما آریان میمونه. خودش اسکرین من خودم به تو یاد دادم. آریان میمونه 2 مدل رو اسکین وجود داره. یکی اون که همدیگه میتونیم ببینیم اون همو. ویدیوها توضیح دادم من ویدیو آپلود نکردم توضیح دادم همه رو. آپلود نکردم. راست میگه. آپلود نکردی؟ نه من هیچ ویدیو آپلود نکردم هیچ. یه دقیقه بلند شو چی؟ آپلودش نکرد نه نکن دیگه. لفت داریم بریم ویدیو بعدی بری ویدیو بعدی الان بذار به نظرم بریم ادامه سروایوال. من میگم بریم ببین. بگیریم اونجا ما مدل ریختی بچه‌ها جوریه که هر یه شمشیر وجود داره شمشیر امرالدی که هر مابی بکشی بهت امرالد میده. مثلا یکی از چیاشه آره یکی از چیزاشونه. من لفت دادم برای همین مثلا شما میبینی که ما مثلا 5 استک امرالد داریم فکر نکن چیت زدیم. من همین ماب تو کشتیم. کانال آریان گیمر گذاشتم. بریم پیداش این دوتا تو آپاراتم من تو یوتیوبم من سطحم بالاتر من میخوام تو یوتیوب. میذارم. من تو تیک تاک نه تیک تاک اصلا نمیشه ویدیو بلند گذاشت. من تو یوتیوب میشه میشه. تو تیک تاک یوتیوب میذارم. الان به خدا همه بچه‌ها میگم تو آپارات گوشی نه تو یوتیوب. من نمیذاره من نمیذاره تو یوتیوب آپلود کنم ویدیو. دیگه بارم سعی کردم. خب میدونم چرا؟ میخوای فیس کممو فعال کنم بچه‌ها من دیگه لفت میدم. فیس کممو فعال کنم چیو؟ فیس کم آریان گیمر. قیافتو نشون میده بداره. به فارسی هم نوشتم. این ویدیو رو نشون میده نه. بریم تو کانال آریان گیمر. من قیاف زیبامو هر کی ببینه پشمش تا میریزه. ویدیو بعدی